داداش. چیه داداش؟ کنترل از راه دور منو دزدیدن. ببینم نکنه مستی ها؟ مگه وظیفه پلیس اینه که کنترل تلویزیون تو رو پیدا کنه؟ کنترل تلویزیون نبوده. پس چی بوده؟ اینو دیگه نمیتونم بگم، اما زنجیرش دور گردنم بود و خیلی قیمتی بود. کجا دزدیدنش؟ ماندوا. ها؟ تو ماندوا دزدیدنش. اون وقت اومدی دهلی داری دنبالش میگردی احمق؟ اما حتما اون دزد به دهلی اومده. خب چی؟ کجا میتونم اون دزد پیدا کنم؟ ببین کله پوک، این شهر کلی جمعیت داره. پلیس هم آدمن، خدا که نیستن. فقط خدا میتونه کمکت کنه داداش من. برو به خدا التماس کن، اون تنها کسیه که میتونه کمکت کنه. خدا میدونه داداش، ما چه میدونیم؟ خدا میدونه کجاست. بزن به چاک دیگه. به خدا ایمان داشته باش. حالا این خدا کیه که میتونه به من کمک کنه؟ و هر جا رو که میبینیم همه دارن اسمشو میبرن. بعد از اون چیزایی که دیدم حسابی قاطی کردم. مردم این سیاره فکر میکردن که میدونن خالقشون کیه. انگار اون کسی که خلقشون کرده بود کنارشون زندگی میکرد. میگفتن توی هر کوی برزنی خونه داره. میلیون ها نفر مشکلاتشون رو نزد اون میبردن. اونم در ازای مبلغ ناچیزی همه مشکلاتشون رو برطرف میکرد. چرا همچین جادو و معجزه‌ای تو سیاره ما نیست؟ اما باز باورم نشد و فکر کردم بهتره که خودم امتحان کنم. 2 خدا به هم میدی داداش. از کدومشون میخوای؟ اینا 20 روپیه است، این 50 روپیه، اینم 100 روپیه. چه فرق بین این 20 روپیه‌ای و این 50 روپیه‌ای هست؟ فقط اندازه‌شون فرق میکنه وگرنه مثل هم. یعنی این 20 روپیه‌ای هم درست کار میکنه؟ خب 15 تا بده. ها؟ 15 روپیه. خدا من خیلی گشنمه، پس یه چیزی بده بخورم. وای خدا داشتم دیوونه میشدم. این خدایه داشت کار میکرد. حالا میتونستم برگردم برم خونمون. خدایا یه نفر دستگاه کنترلمو دزدیده، لطفا اونو به هم برگردون. داداش باتری این خدا تموم شده. یه بار کار کرد بعدش خراب شد. منظورت چیه؟ منظورم اینه که یه باتری جدید بذار. به کجاش میخوره؟ چی میگی داداش؟ این که باتری نمیخوره. خب پس چرا کار نمیکنه؟ نکنه این خرابه؟ نه من چیز خراب نمیسازم داداش. این خدا رو شما ساختی؟ بله، با همین دستای خودم. شما خدا رو میسازین یا خدا شما رو؟ داداش خدا همه ما رو ساخته، ما فقط مجسمه‌شو میسازیم. خب برای چی مجسمه‌شو تا میسازین؟ بتونیم اونو پرستش کنیم، تا بتونیم از غم و شادیمون براش بگیم. یعنی انتقال دهنده رادیویی داره؟ بگو چجوری صدامون به خدا میرسه؟ خدا به هیچ انتقال دهنده رادیویی نیاز نداره، اون بی واسطه صدامونو میشنوه. خب اگه بی واسطه میشنوه دیگه چه نیازی به این مجسمه هست؟ ای بابا، من با این چی کار کنم؟ میخوای کار کاسبی ما رو کساد کنی؟ مشکلت چیه؟ داداش کنترلمو دزدیدن. من از خدا خواستم تا بهم بگه اون کجاست. نکنه تو مستی؟ یعنی چی؟ داداش چرا به این خدای کوچیک شکایت میکنی؟ این چطوری دنبال دزد بدوه با این پاهای کوچیکش؟ برو داخل معبد، یه خدای بزرگ اونجاست، برو به اون التماس کن. اون از این سریعتر میدوه. نارگیل و یه مقدار پول بهش بده، کارت انجام میده. 200 روپیه رد کن بیا. همه پول و نارگیل به دست داشتن انتظار میکشیدن تا کارشون راه بیفته. 2 ساعت طول کشید تا نوبتم شد. خدایا کنترلمو به هم برگردون. پس کوش عجله کن برادر. صبر کنید، هنوز وسیله‌مو نگرفتم. هی آقا ببینید این کار من انجام نداد.
من براش پول ریختم. کارت انجام میشه برو. کی انجام میشه؟ کیش معلوم نیست اما کارت انجام میشه برو. برو دیگه بابا. من وسیله‌مو کی پس میگیرم؟ یارو بند نیار برو دیگه. اگه من از اینجا برم و وسیله‌مو یکی دیگه برداره چی؟ ببینم نکنه مستی. داری چی کار میکنی؟ پس وسیله‌مو کجا میتونم بگیرم؟ میتونی تو دیوونه خونه پیداش کنی. چی؟ چطور ممکنه؟ من اینجا پول ریختم. حالا باید برم دیوونه خونه تحویل بیرونش بگیرم؟ کنید بابا. حداقل بهم رسید بده. رسید بخوره تو داداش سره. رسید بهم بده. اگه موقع تحویل ازم رسید بخوان باید چی نشون بدم؟ اینجا برو بیرون ببینم. بابا بس کنترلم چی میشه؟